هوش ما در زمانهای مختلف متفاوته. مثلا زمان عصبانیت عقل و هوشمون با یه جلبک هیچ تفاوتی نداره. دیدی موقع عصبانیت طرف میگه اگه نیای فلانجا خواهرت فلان، مادرت فلانه، و تو اون لحظه تو به خودت میگی اگه من نرم بی ارزم یا بی غیرتم، پس بهتره برم بکشم یا کشته بشم ولی این ننگ رو تحمل نکنم. یه سوال، شما اگه برید داخل بیمارستان روانی و اونجا یه بیمار به شما فوش خواهر و مادر بده، شما واکنشتون چیه؟ بهش جواب میدید یا کاری میکنید؟ قطعا نه. ولی موقع عصبانیت هم شما هم طرف مقابلتون از اون بیمار عقل و هوشتون پایین‌تره. قتل‌ها اتفاق افتاده به خاطر یه بوق زدن، یه جاپار و خیلی چیزای مسخره کوچیک دیگه، و بعدها طرف پای چوبه دار به این فکر میکنه که اون لحظه اصلا من نبودم، من هیچ وقت تو زندگیم همچین کاریو نمی‌کردم. آره، اون آدم تو نبودی، یه جلبک بود. فقط اگه اینو بفهمیم خیلی قتل‌ها اتفاق نمیفته. با کلمات یه جلبک هیچ اتفاقی برای خواهر و مادر هیچ کسی تو کل تاریخ نیفتاده. تمنا میکنم زمان عصبانیت سریع از فضا دور شید، چند تا نفس عمیق بکشید، یه ذره آب بخورید، به خاطر خودتون و خانواده‌ای که چشم راهتونن.